پیغمبر به این منکران خدا بگو اگر پروردگار شما این شب در جای خود باقی ماناند و این کره زمین از حرکت باز داراند و همه روی زمین تاریک باشد که میتواند برای شما روزی روشن بیارد تا اینکه شما حیات خدا زندگی خدا ادامه دهید که نبیارد؟ ای پیغمبر به اینها بگو اگر خدای تو این روز همیشگی نگاه می داشت و روز هرگز شب نمی شد و آفتاب هرگز غروب نمی کرد همیشه گرم می ایستاد که برای شما شب را که برای راحت و آسایش است به شما می آورد که می آورد؟ غیر خدا کسی هست که برای شما شب بیارد یا غیر خدا کسی هست که برای شما روزی روشن بیارد یا غیر خدا کسی هست که این زمین در گردش درآرد؟ خدا میگه ای بندگان من ای انسان ها ای متکبران ای کسانی که مسجد ها را منع نکنید از خدای خود ترسید اتقوا ربکم زیرا که در پیش روی شما در روز شما زمین جنبی سخت انتظار است آن زمین جنبی روز زمین شما را پاره میکند روز دلهای شما را میکفاند جگرهای شما را